نهایت دشوار می باشد. نشأمندی فاجعه شخصی باشد که نمودهای گوناگون واسطه های نشأدار و اگر آنها را فروختن و صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه های نشأدار و ما در خانه‌ای جزای محرومیت از آزادی در سن 64 مبارک رفتیم. این از آوان جوانی به ورزش مشغولیم. در بسیار نمودهای ورزش اشتراک کرده بودیم. در 10 ساله اخیر به ورزش دوچرخه‌رانی مشغول گشتیم. این یکی از بهترین نمودهای ورزش به حساب می رود. برای سلامتی بهترین دارو حسابیدن ممکن است آن را. از 16 تا 26 ایون در تمام جمهوری یکچند چهاربینی‌های یک سلسله چهاربینی‌ها بخشیده به همین روز 26 ایون گذرانده شدند. در بدخشان، در سوخت، در خطلان، در ناحیه‌های تابع مرکز مسابقه‌های ورزشی از روی جودو، کیک باکسینگ، در بدخشان از روی والیبال، گشتنگیری ملی. امروز در دوشنبه این چهاربینی یعنی دوچرخه‌رانی از اگنتی سر کرده می‌روند و در جای انبوه آدمون که جمع شد در همونجا چهاربینی رو گذرانده در بین آدمون کارهای فهماندهی میگذرونند. طبق آمار رسما در تاجیکستان زیاده از 7000 استعمال کنندگان مواد نشه‌آور به قید گرفته شده است. هر چند وقت یک مقدار همین مقداری همین استعمال کنندگان مواد نشه‌آور تا روز کم پس شده ایستاده. آمار نشان میدهد که قسم زیادی استعمال کنندگان غیر طبی مواد نشه‌آور جوانان تا 30 ساله میباشند و در بین آنها فهمانده در کار است که همین مواد نشه‌آور چی ضرر دارد. آنها را برای استعمال به تو پیشنهاد نمایند، قاطعانه باید رد نمایید.